محمد تا ابد روشنگر راه من است. در روز خورشید منو، هنگام شب ماه من است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. از حضرت معاویه ابن ابو سفیان رضی الله عنهما روایت است که فرمودند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمود خداوند به هر کسی که خیر و نیکی بخواهد فهم دین را برایش نصیب می گرداند، یعنی فهم احکام شریعت را برایش نصیب می گرداند. من تنها تقسیم کننده هستم، اما عطا کننده اصلی خداوند است. روایت بخاری و مسلم. در این حدیث لفظ یفقهه آمده است که به معنی عطا کردن فهم است و معنی یفقهه فی الدین چنین می شود که اگر خداوند به کسی نیکی بخواهد برای او فهم دین یعنی فهم احکام شریعت را عطا می فرماید که تمام احکام شریعت را می فهمد و به دیگران درست و صحیح می فهماند. و آن شخصی که عالم به احکام شریعت باشد او را فقیه می نامند. در این حدیث فضیلت علم فقه بر دیگر علمها و فنها و فضیلت و برتری فقیهان و عالمان اسلامی ثابت می شود، چون که علم فقه انسان فقیه را به سوی ترس خداوند و لازم گرفتن طاعت و عبادت او و دوری از نافرمانی او تعالی سوق می دهد و می کشاند. همچنین فضیلت فقیهان و عالمان در چند آیات از قرآن عظیم الشأن آمده است. از جمله در آیت 9 سوره زمر چنین آمده است که خداوند متعال می فرماید استعیذ بالله قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یعنی بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسان هستند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند. صدق الله العظیم. البته آن شخصانی که دارای علم و معرفت هستند با کسانی که علم ندارند یکسان و برابر نیستند. و در آیت 28 سوره فاطر خداوند عالمان اسلامی را مدح و تعریف کرده فرموده است استعیذ بالله انما یخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظیم. یعنی از میان بندگان خداوند تنها عالمان حقیقی از او می ترسند. ابن کثیر رحمه الله در مورد این آیه می فرماید هر قدری که علم به خداشناسی بیشتر و بهتر باشد به همان اندازه خشوع و خضوع یعنی شکسته حالی برای خداوند و خدا ترسی بیشتر و بهتر و کاملتر می شود. بنابراین برادران عزیز بر مسلمانان واجب است که مردم را به سوی یادگیری علوم شرعی و احکام شریعت و عمل کردن به آن دعوت و تشویق کنند تا به راه راست راهنمون و هدایت شوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام على من اتبع الهدى. وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله